بسم الله و الحمد لله و الصلاة و السلام علی رسول الله و علی آله و صحبه و من والاه. و سلام به شما بینندگان عزیز. میدونید که اگر ما به پیامبر ما یک درود بفرستیم، الله جل جلاله به ما 10 بار رحمت میفرسته و فرشته ها به ما درود میفرستن 10 بار حداقل. خدمت شما عرض کنم که برنامه امروز ما در مورد اشتباهاتی هست که مذهب شیعه در رمضان داره. چون که ما یه وقتی شیعه بودیم، حالا از اون مذهب برگشتیم، بر ما واضح است که چه چیزایی در فقه شیعه متاسفانه اشتباه است. شاید بگید آقا این فقهشه دیگه، مگه شما فقه ندارید؟ فقه نباید دیگه خرافه. فقه میتونه در چارچوبی که پیامبر دستور داده و آزاد گذاشته مانور بده، اما دیگه وقتی پیامبر این رو گفته که مثلا نماز صبح 2 رکعت بخونی، فقه نمیتونه بگه 3 رکعت بخون. چیزایی که اشتباهی بعضی‌هاشو براتون عرض میکنم. یکی در مذهب شیعه هست که انسان اگر جنوب باشه و اذان صبح بزنن روزش باطله. چنین چیزی نیست. این رو حضرت ام سلمه و حضرت عایشه گواهی دادن. در صحیح مسلم هست که پیامبر خدا صبح میشده اذان میزدن در حالی که ایشون جنوب بوده از غیر احتلام، یعنی از همبستری جنوب بوده، باز غسل میکرده میرفته مسجد نماز میخوند. پس اون قدیما که به اصطلاح حالا که خوبم خونه حموم داره، آب گرم داره، قدیما حموما رو صبح قبل از ایران قبل از سحری روشن میکردن. این هم یک افتضاحی بود دیگه. هر کس شب هم بستر شده بود مردم میفهمیدن. وقتی که از دین یک جور خلاف فطرت باشه یه چیزایی خراب میشه. به هر حال ها دیگه 50 سال پیش اینجوری بوده. پس این یک اشتباه است که توجه کنید که انسان میتونه بعد از اینکه اذان زدن اگه جنوب بود روزش باطل نمیشه. دیگه عیبی که دارن اینا گمان میکنن که سفر روزه رو باطل میکنه. اشتباه است آقا. در سفر شما میتونی روزه نگیری، روزه باطل نمیشه و میتونی روزه بگیری. اینم ببینید یک اشتباه وحشتناکه. ثابت است که پیامبر در سفر روزه گرفته و ثابت است که در سفر خورده هم و ثابت است که امر کرده بخورید وقتی که سخت بوده برای جهاد. عرضم به حضورتون که حالا ضررش چیه؟ خصوصا تو دوره ما شما نگاه کنید. خب این دین برای همیشه اومده. حالا بشر دیگه 2 تا پا نداره، 2 تا پر داره، تون جا رو عوض میکنه. آقا میخواد برای یک فامیلش ببینه از حد شریعه نمیدونم سفر دور میشه، سر کارش میخواد بره، مثلا یه روز میخواد بره یه روز نمیخواد بره، دور میشه. یعنی هر روز این کار میکنه چون الان برایش راحت شده، فردا از اینم راحت تر میشه. فردا آقا این ماشینای پرنده به بدن میچسبونه که مثل کل پشتی از این ور میپری اون ور. خب دیگه سفر شاید سخت نباشه. حالا شما رو خدا کسی که با هواپیما سفر میره از خونه‌ش هم راحت تر گاهی. یعنی نمیگم که ممکنه سختم باشه، سفره، ولی با این وجود باید طرف آزاد باشه. و دین ما این رو آزاد گذاشته. اگه روزه خورد بهش نمیگی چرا خوردی، اگه نخورد نمیگی چرا. ولیکن این که تو بگی من سفر روزه رو باطل میکنه وحشتناک میشه. جالبه که در قدیم پادشاها برای اینکه روزه نگیرن اول رمضان شروع میکردن به سفر رفتن، پادشاهایی که ظاهرا خود مسلمان میگفتن. دیگه این است که کار به اونجایی رسید که حتی آقای خمینی فتوا داده بود. آقا این فتواشو برداشتن. انا هنوز کسایی که بر فتوای مرده عمل میکنن بهش عمل میکنن. باور نمیکنید که در تهران گفته بود بلاد کبیر است. شما در شهر تهران اگه از محله به محله دیگه رفتید، ما پیروزی بودیم میرفتیم میرداماد، میگه شما باید روزه نگیری، مسافر هستی روزه باطله. بابا من هر روز میرم، کارمه. ماه رمضان عجیب بود که ما توی وقتی که فقه عوض شد خراب شد دیگه. ماه رمضان ما روزه بودیم، به کشور اسلامی میرفتیم توی سر کار تقیه میکردیم، دوستان میگفتیم ما روزه نیستیم. یعنی باید برعکس باشه. وقتی دین برعکس کنی برعکس میشه. میفهمید چی گفتم؟ ماه رمضان میرفتیم برای مثلا دوستی میپرسید روزه هستی؟ خب معلوم است که روزه باید باشم، اما چون آقا فتوا داده بودن که تهران بلاد کبیر است، از محله میرداماد مثلا محله به محله دیگه رفتیم مسافری، جرئت نمیکردیم، ما که پیرو امام بودیم دیگه، میگفتیم ما روزه نیستیم، به احترام مردم نمیخوریم.
عجیب بود والله، خیلی عجیب بود. الله ما رو نجات داد. یک اشتباهی دیگه ای که دارم، ببینید این غلو است دیگه. پیامبر فرموده ببینم که اجازه پیامبره که امت من به خیر است تا وقتی که در افطار عجله میکنه. شیعه میگن آقا شما میخواد افطار مردم رو خراب کنید، حالا 5 دقیقه دیگه من صبر کنم چی میشه؟ بابا 5 دقیقه صبر کردی، باز 5 دقیقه دیگه صبر میکنی، شیطان ولت نمیکنه، باز 20 دقیقه صبر میکنی، باز 30 دقیقه صبر میکنی، یکی باید قطع بشه. باز در لحظات آخر 1 دقیقه مهمه. جوون روزه گرفته سخت، به چه سختی؟ حالا تو از این ور که 10 دقیقه، از جالبه که در سحری هم 10 دقیقه 12 دقیقه نمیفهمم، هنوز شفق در نیامده اینا روزه رو امساک میکنن. افطارم و افطار تا شب تمام کامل نشه چی نمیکنه. بابا گفته و اتم الصیام الی اللیل، تا شب شما روزه بگیرید، تا لب دریا، نگفت تا وسط دریا، که شب شروع شد روزه رو میخوری. یولج اللیل فی النهار. خب لیل یه چیزی هست که داخل روز میشه دیگه. وقتی که لیل داخل روز شد و اتم الصیام الی اللیل، خب لیل معلوم شد وقتی داخل روز شب داخل شد، شب شد. چرا صبر میکنی همه آسمون تاریک بشه؟ اینو کی گفته؟ اگه پیغمبر که میگه، ایشون نگفته. ایشون حتی کسی رو سر بلند نمیفرستاد. احادیث صحیح هستش. ببینید من مذهبم این است که حدیث صحیح رو میگم، حدیث ضعیف رو نمیگم. قبول ندارم، بهش عمل نمیکنم. چرا؟ برای اینکه اونقدر ما حدیث صحیح داریم که نیازی به حدیث ضعیف نداریم. اینقدر حدیث صحیح داریم که نیازی به حدیث صحیح ضعیف نداریم. خب عرضم به حضور شما که پیامبر حتی یه دفعه داشتن روزه رو افطار میکردن، تو سفر بودن یا نمیدونم تو سفر بودن، گویا یکی گفت که یا رسول الله هنوز روزه، داره به اون دین یاد میده. بابا گفت شب بر در اومده، شب شروع شده. باز بهشون گفت مگه نه این است که وقتی روز شروع میشه شما امساک میکنید در سحری؟ یعنی همین که شفق زد، یولج النهار فی اللیل، نهار که داخل لیل شد تموم شد، باید که روز شروع شد دیگه، باید روزه بگیری. خب و شب دیگه شروع شد باید روزه رو بخوری. پس از این ورم اشتباه میکنه، از اون ور. من اینو کی فهمیدم؟ وقتی که در پاکستان بودم، خب اونجا فقه جعفری رو هم تو تلویزیون می نوشتن که آقا مثلا روزه شما، روزه فقه جعفری، ما که افطار میکردیم نوشته بود 10 دقیقه دیگه 12 دقیقه دیگه جعفری ها روزه بگیر افطار کنن. خب چرا؟ و از اون ورم 10 دقیقه از ما زودتر، خب 20 دقیقه. چرا سخت میگیری به مردم؟ چیزی که خب باز یه چیز دیگه، ببینید چقدر دین خود پیغمبر راحت کرده. شما وقت سحری این آب پره در دستت، آبه، اذان زدن، بخور، در دستت باشه. چرا؟ برای اینکه خداوند اینقدر بخیل نیست که خدا که استغفر الله زبانم لال ازت نمیخواد که بکنه بنده هاشو. پیامبر فرموده که در دست شما آبی بود و اذان زدن بخور، اما حسرتش برای تو مشکل ایجاد میکنه. پس چون دین خدا وسیعه، بگه آقا اینجوری بس ما نصف وسط ظهر بخوریم، نه دیگه، اون چیزی که پیغمبر گفته همون درسته، نه بالا برو نه پایین برو. پس اینم دیدید که اینا البته این جان مذاب کشیدنشون به خاطر این است که بقیه چیزا رو بپوشونن. میگه آقا ما بعد از اونشون هم که میدونی، از اون معذرت میخوام، حالا امروز انتقاد شد چون که موضوع برنامه ما اشتباهات فقه شیعه هست در وقت اذان، وقت روزه. از اونم که عرضم به حضورتون از اون بودایی است، میکشه تندم تموم نمیکنه و علی ولی الله هم توش داخل کرده. باز جالبه که از اون که تا تموم نشه نمیخوره. ما روزه بودیم، یادم میاد وقتی که شیعه بودیم گفتیم تو رو خدا تمام کنین از اونا. پدر میگفت که از نخورید تا از اون تموم شه. البته من انصاف میدم که در فقه شیعه وقت داخل شد میتونی بخوری، اما اکثرا نمیخورید دیگه. خودتون هم میدونید که نمیخورید. چرا؟ شیطان سعی میکنه از اون ور شما رو بکشه. از این ور که نتونست روزه رو براتون روزه گرفتید، از اون ور میگه حالا سختش میکنم که پدر بچه‌هاتون در بیاد متنفر بشن. سخت نگیرید. یک چیز دیگه هم که هست، اینها سعی میکنن که به اصطلاح جانماز بی خدا بکشن. یادم میاد مثلا مثال مرغ میگه آقا باید طرف قبله باشه به سر ببری. کی گفته؟ یعنی میخوان بگن که یعنی ما توی چیزای کوچیک خیلی تقوا نشون میده. آقا از این ور میگه 10 دقیقه زودتر نمیخورم، از اون ور 10 دقیقه دیرتر نمیخورم. حالا روزه گرفتن 10 دقیقه چیه؟ تا اون در کار بزرگ شما سر شک نکنی. اگه بهت گفت برو سر قبر، از قبر حاجت بخواه، میگه آقا این مردم اینقدر با تقوا است، سنی‌ها که بابا این همین که تا شب شروع شد میخورن. اینا که تقوا دارن احتیاط میکنن. حتما در مسئله قبر پرستی هم راست میگن. نه آقا جان، اینا کلک میزنن. اینا دارن به من شما کلک میزنن. حواستون باشه.
عرضم به حضورتون که بحث طولانی شد. به نظرم موضوع برنامه اشتباه فقه شیعه به برنامه دوم کشیده میشه. وقت ما تمومه و دعا میکنیم، میگیم که خداوند ما دینش یاد بده، به ما توفیق بده که دین باعث خوشحالی ما بشه، نه اینکه ازش ناراحت بشیم. از خدا میخوایم برای ما دنیا رو هم بده، آخرت هم بده. اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنه فی الاخرة حسنه قنا عذاب النار. از الله میخوایم که نعمتاشو از ما نگیره. اللهم انا نعوذ بک من زوال نعمتک و تحول عافیتک و فجاءت نقمتک و جمیع سخطک و جمیع سخطک. ما از جمیع سخط الله، از غضب و خشم الله به خودش پناه میبریم که بهترین پناهگاه هم خودش است و شما را هم به این بهترین پناه دهنده می سپارم. روزهای شما قبول باشه. ما و دوستان ما رو در دعا فراموش نکنید. هر کس که برای کسی دیگه دعا کنه، فرشته ها برای خودش هم دعا میکنه. الله حافظ و نگهدار همه شما.